قرآن همه چیزش معجزه است. لفظ قرآن معجزه است، نظم قرآن معجزه است، مفاهیم قرآن معجزه است، خبر قرآن از گذشته و آینده معجزه است، بیان قرآن از سنت‌های عالم وجود معجزه است، از بطون انسان خبر دادن معجزه است. همه چیز قرآن معجزه است. از این معجزه بزرگ باید ما بهره ببریم، استفاده کنیم. اگر از قرآن بهره ببریم، زندگی بشر به سامان خواهد رسید، همه مشکلات برطرف خواهد شد.